درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 59. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب هفتم. واقعاً هنگامی که هدیه‌های ما را می‌بینی درباره غارتگری باری دیگر اندیشه نمودن در اختیاری تو خواهد بود. در اول برای آوردن گنجینه های من آدمانت را فرست و بگذار پاسبانان تو آنها را از پاسبانان من قبول کنند. با همه این گفته ها کروش راضی شد و وعده داد که طبق مصلحت هایی که کریس پیشنهاد کرد رفتار می کند. خوب، اکنون کریس خواهش کرد کروش به من نقل کن که پیشگویی هایی که غیبدانی دلفی به تو گفته بود چگونه اجرا شدند. آخر میگویند که تو اپلون را فوق العاده احترام می کردی و در همه کار و پیکارت از روی دستورهای او رفتار می نمودی. افسوس کروش اگر چنین می بود شاد می شدم. در اصل از ابتدا در مناسبت‌های خود با غیبدان اپلون من برعکس گفته‌های او رفتار می کردم. چطور؟ حیران شد کروش. لطفاً شرح ده، زیرا چیزی که تو میگویی عجیب است. پیش از همه به سخن آغاز کرد کریس و جای آن که بی واسطه از خدا درباره چیزی که برایم لازم است طلب کنم، من پرسجو نمودم که آیا او حقیقت را گفته می تواند یا نه. در همین حال نه تنها خدا بلکه آدمان هم اصیل و شریفند. اگر مشاهده کنند که به آنها باوری ندارند، پس به این افراد ناباور بی محبت مناسبت خواهند کرد. البته او پی برد که من چی کار می کنم، گرچندی که اینها کارهای غریب و عجیب بودند و من خودم از دلف در دوری ها قرار داشتم. بعد از این پیامی فرستادم که از حال کودکان بپرسم. در اول خدا به من حتی جواب نداد. هنگامی که من به او اشیای زیادی را از طلا و نقره فرستادم، قربانی های بزرگ کردم و همین طور چنان که من فکر کردم نهایت او را تسلی دادم. او راضی شد که به سوال من پاسخ دهد که باید چی کار کنم تا صاحب فرزند گردم. او جواب داد که من صاحب فرزندان خواهم گشت. آنها برای من
تولد شدند. او حتی در این باره دروغ نگفت، اما تولد آنها به من ذره خرسندی نآورد، زیرا یکی از آنها کر و گنگ بود و دیگری که دارای خصلت‌های بهترین بود در عین جوش و خروش عمرش وفات کرد. از بدبختی هایی که به سر فرزندانم آمدند عذاب و مشقت کشیده پیام دیگری به خدا فرستادم که من باید چیکار کنم که تا آخر عمرم خوشبخت حیات به سر برم. او به من جواب داد: کریس، خود را بشناس و عمرت را خوشبختانه از سر می گذرانی. چون این پیشگویی را شنیده شاد شدم. باوری داشتم که خدا به من خوشبختی را عطا نموده از من اجرای کاری آسان ترین را طلب می کند. چون که اگر آدمان دیگر می بودند بعضی آنها را شناخت کردن ممکن است، در حالی که دانستن دیگران امکان ناپذیر است. اما اگر این گفته ها درباره خودم باشند گمان داشتم که هر کس می داند که من کیستم. بعد گذشت مدتی از آن حادثه من آرام و آسوده زندگی می کردم و پس از مرگ پسرم دیگر از تقدیرم دامنگیر نبودم. اما وقتی که شاه آشوری مرا وادار کرد که به مقابل تو جنگ کنم، من خودم را در زیر خطری عظیم گذاشتم. با وجود این من از این حالت بی یگان ضرر برآمدم. در این مورد نیز خدا را ملامت نمی کنم، چون که هنگامی فهمیدم که برای جنگ با شما قوت ندارم، خودم و همه سربازانم با مدد خدا صحت و سلامت به خانه برگشتیم. اما باز از سری نو از ثروت جمع شده و تشویق آنهایی که پیشوای عمومی شدنم را می خواستند، تحفه هایی که به من می آوردند و آنهایی که به من خوشامدگویی نموده می گفتند که اگر من برای صاحب شدن به قدرت راضی شوم، همه اشان فرمان بردارم و من در بین آدمان بزرگترین آنها خواهم شد. سرگم زدم و از این گونه سخنرانی ها مغرور گشته، هنگامی که همه شاهان مرا در جنگ نو راهبر انتخاب کردند، من این فرمان را پذیرفته خود را برای رسیدن به عظمت و بزرگی قادر تصور کردم. من در آن وقت نمی فهمیدم که مقابل تو برابر مبارزه می برم با شخصی که اولا از خدایان پیدا شدند، ثانیاً اجدادشان شاهان از نسل شاهان تولد شدند و نهایت از ایام کودکی شجاعت و مردانگی را می آموزند، در حالی که اولین شخصی که از گذشتگانم به تخت شاهی نشسته بود از روی شنیدم تنها با سلطنت شاهی آزادی را به دست آورده بود. آن وقت همه این را نفهمیده بودم، پس از روی عدالت جزا می بینم. اما حالا کروش من خودم را خوب
می شناسم. اما تو آیا تا حال پیشگویی اپلون را درباره آنکه اگر خود را شناسم خوشبخت می شوم عادلانه حساب می کنی؟ من این سوال را از تو برای آن می پرسم که در وضعی به میان آمده تو به نظر من از همه بهتر قرار نهایی قبول کرده می توانی، چون که اجرای آن هم از تو وابسته است. به من وقت ده که در این باره فکر کنم کریس، جواب داد کروش. زیرا که با اندیشه نمودن درباره خوشبختی پیشترت دلم به حالت می سوزد و حاضر آماده ام که زنت را که تا این دم با همراهی تو زندگی می کرد، دخترانت را چنانه که شنیدم تو داری، خدمتگاران و همه چیزهایی که برای دسترخوان لازم است و در حیات پیشترت بود به تو برگردانم. من تو را تنها از حق جنگ و نبرد محروم می کنم. اما در این حالت به نام زیوس قسم می خورم، خطاب کرد کریس، دیگر برایت لازم نیست که به سوالم درباره خوشبختی من پاسخ گویی، چون که اگر به من آن چیزی را که وعده دادی بجا آری، خودی حاضر به تو گفته می توانم. از این پس من هم زندگی خواهم داشت که آن را همه آدمان خوشبختترین می شمارند و من هم با آنها در همزیستی عمر به سر خواهم برد. او کی بوده است که الکی چنین زندگی خوشبختانه دارد؟ پرسید کروش. زنی من، کروش، جواب داد کریس، چون که وی هم در برابر من از تمام نعمتها، لذتها و خوشیهای زندگی برخوردار بود، ولی نه تشویشی به دست آوردن همه اینها، نه جنگ و نبردها به او تماما دخل نداشتند. از اینجا تو هم به نظر من آماده ای که مرا چنان تأمین میکنی که من آن را برای کسی بجا آورده بودم که در جهان از همه بیشتر دوست می داشتم. بنابراین به گمانم من باید برای اپلون قربانی های نو بجا آورم. با شنیدن این گونه سخنرانی های کریس، کروش از آرامی روحی او در تعجب ماند و از این پس به هر کجایی که می رفت او را همراهش می برد، زیرا یا گمان می کرد که کریس می تواند به او فایده رساند و یا باوری داشت که چنین طرز مناسبت امن‌تر خواهد بود. کتاب هفتم، باب 3. با انجام گرفتن تمام کارها همه برای خواب رفتند.
روز دیگر کوروش به نزدش دوستان خود و راهبران گروه‌های جنگی را دعوت کرد. با یکی از آنها فرمود که گنج‌های کریز را بگیرد و به دیگران فرمود که از این ثروت‌هایی که کریز می‌دهد پیش از همه آن حصه هایی را که فالبینان به شرف خدایان نشان می‌دهند جدا کنند. سپس باقی مانده آن را گرفته در صندوق‌ها گذاشته به فایتون‌ها بار کنند و حصه آخرین را باشد باید در بین خودشان تقسیم کرده به هر کجایی که روند همراهشان نگاه دارند تا اگر وضعیت تقاضا نماید به هر یک کس مکافاتی شایسته داده شود. در حالی که آنها به اجرای این فرمانها مشغول بودند، کوروش چند نفر از میان سابق گیپریت‌هایی را که همراهش بودند به نزدش خوانده پرسید: بگویید که آیا از بین شما یگان کس ابردت را دیده است؟ از آن حیرانم که او پیشتر زود به نزد ما می آمد و حاضر باشد حتی خودش را نشان هم نمی دهد. در جواب یکی از گیپریت‌ها گفت: آه جناب، او دیگر در میان زنده‌ماندگان نیست. او هنگامی که فایتون خود را به مقابل مصریان حی کرد در جنگ با آنها به قتل رسید. در حالی که چنان که نقل می کنند همه دیگران به استثنای رفیقان نزدیکترینش برابری دیدن قطار زیچ مصریان به هر طرف گریختند. میگویند که حالا همسرش جسد او را برداشته به فایتونی که قبلا خودش در آن سفر میکرد گذاشته به کجای به این طرفها نزدیکتر به دریای پکتالا آورده است. میگویند که خواجگان حرمسرا و خادمان مرحوم حالا در بالای یک تپه برای او قبر میکنند و زن او باشد شوهرش را با تمام جواهراتی که داشت زینت داده است و در پهلوی او در بالای زمین نشسته سرش را بالای زانویش گذاشته انتظاری میکشد. با شنیدن این خبر کوروش از اندوه دست بر آنهایش زد و در حال به بالای اسبش جهیده با 1000 نفر سوارش به جای ماتم شتافت. بگدد و گابری فرمان داد که متاع بهترینی را که برای دفن دوست شجاع موافق است بگیرند و فوراً از پس او روند. و همچنین فرمود که همه آنهایی که از پسشان رمه‌های چاروا را می بردند اکنون گاو و اسب و گوسفند بیشتر را به آن جایی که به آنها معلوم می کنند حی کرده بیارند تا این همه به شرف ابردت قربانی کرده شود. شما گفتار 59 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کوروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.